سلام به رفقای خودم خوش اومدیم به ویدیو. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. امیدوارم خوشتون بیاد. لایک و ساب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. سکیرو به عقیده بسیاری یکی از بهترین بازی‌های سولز لایک فرام سافتور و خاص‌ترین بازی این استودیو به شمار می‌رود. بازی گزینه‌های بسیاری را برای از بین بردن دشمنان پیش رویتان می‌گذارد. می‌توانستید مثل یک مبارز حرفه‌ای به جنگ رو در رو با سامورای‌هایی بروید و کاتانا برنده‌تان را در قلبشان فرو کنید، یا مثل یک شینوبی وجودتان را به ماهیت سایه‌ها می‌پیوستید و برای کشتن دشمنان از مهارت‌های مخفی کاری خود کمک می‌گرفتید. در کنار این موارد، مثل هر سولز لایک دیگری، این مبارزه با باس‌های سخت سکیرو بود که بازی را به اوج هیجان می‌رساند. هر بازی عین یک پازل به شدت سخت بود که برای حل کردنش باید ساعت‌ها وقت و انرژی صرف می‌کردید. جالب آن است که وقتی این معما حل می‌شد، بازی شماره 2 گوست آف توشیما، بازی اخیر استودیو ساکر پانچ، یکی از معرکه‌ترین بازی‌هایی است که در نسل هشتم می‌توانید تجربه کنید. بازی چه از نظر بازی و چه از نظر گیم پلی یکی از خاص‌ترین بازی‌های چند سال اخیر است و توانایی این را دارد که به خوبی شما را در دنیای غنی و زیباش غرق کند. در کنار تمام موارد، گوست آف توشیما یک بازی فوق‌العاده با محوریت مبارزه‌های شرقی است. ساکر پانچ به شما اجازه می‌دهد حملات در هر دو سبک مختلف نینجوتسو و بوشیدو بازی کنید. بازی می‌گذارد خودتان تصمیم بگیرید که نینجا خطرناک سایه‌ها سوشیما باشید یا سامورایی قدرتمند که نامش رعش بر تن مغول‌ها می‌نازد. همچنین تمرکز سازندگان بازی رو فرهنگ غنی و کهنه ژاپن جذابیت گوست آف توشیما را چندین برابر کرده و توی تاریخ صنعت بازی‌های ویدیو کمتر از اثری را پیدا می‌کند که توسط باشد فرهنگ مردم یک جامعه را تا این حد زیبا توصیف کند. So the noble shinobi stands in our way. It seems fate still doesn't want you dead. بازی شماره 2 دیموس نیگر تجربه کلاسیک و دوست‌داشتنی بوده که سعی دارد مخاطبین قدیمی‌تر را سرگرم کرده و کماکان بازیکن جدید را به خود جذب کند. تجربه بی‌نهایت زیبا که استایل گرافیکی فوق‌العاده دارد و گیم پلی ساده‌ای که به مرور زمان چالش برانگیز می‌شود و رد کردن مراحل آن دشوار و سخت است، بازی را جذاب کرده. دیموس نیگر یکی از آن تجربه‌هایی است که آلمان‌ها و عناوین شرقی را در برخی از بخش‌های خود دستخوش تغییراتی کرده و با آنها شوخی می‌کند و همین حال هوای فان و دوست داشتنی بازی است که آن را با یک تجربه واقعا لذت بخش تبدیل می‌کند.
بازی شماره 4 شادو واریور 2. شاید حال و هوای عناوین سامورایی و نینجا جدی با آن حال و هوا و فضا سنگین را نداشته باشد و آنقدر شوخی های بزالوس در خود جا داده باشد که از این نظر خسته کننده شود. اما از نظر ارائه یک گیم پلی خونی و شرایط جذاب کاماکان یکی از بهترین آثار دیس به شمار می رود. بازی تست گسترده‌ای از سلاح‌های گرم و سلاح‌های سرد و اسیدی چون کاتانا را در اختیار بازیکن گذاشته تا با تک کردن دشمنان خود مسیر طی کردن مراحلش را همواره کند. اثری سراسر هیجان که میتواند یک دوم شرقی را با حال و هوای به قول سازندگان طنز تحویل مخاطب دهد. بازی شماره 5 اسمش رو نمیدونم بچه ها، عذر میخوام، اسمش رو براتون توی اسم همه بازی ها رو توی کامشون براتون میذارم. بازی ما میگیم بازی فلان را شاید بتوان یکی از متفاوت ترین مثال گیرهای ساخته شده را تا به امروز دانست که برخلاف آن چیز که انتظار میرفت تجربه واقع خوب و لذت بخش را به تصویر میکشد. در طول بازی شما در نقش رایدن از کاراکترها آشنای این سری قرار میگرفتید و وظیفه داشتید تا انتقام خود را از نینجا به نام ساموئل بگیرید و برای همین راهی سفر بعضا خطرناک میشدید. بازی گیم پلی واقعا سریع داشت و ویژگی‌های جالبی در خود جا داده بود تا پلیر یک تجربه هک اصلش فوق‌العاده را تجربه کند و در این راه از سربازهای مختلف گرفته تا تانک‌ها غول پیکر را با کاتانا خود به صدا تکه تکه در می‌کنید. بازی شماره 6 استودیو تیم نینجا عناوینی دوست داشتنی بسیار را در کارنامه خود دارد و نیوه را میتوان یکی از موفق‌ترین آثار این لیست دانست. تجربه‌ای که با الهام از عناوین سولز-لایک مختلف تجربه جدید از این گونه بازی‌ها را به تصویر کشید و موفقیت‌های بسیاری را کسب کرد تا جایی که نسخه دوم این بازی نیز منتشر شد و این نسخه دوم این بازی منتقدین و دوستداران زیادی داشت. نیوه یک داستان شرقی فانتزی را با حال و هوای تاریک و دوست داشتنی تعریف کرده و شما را در نقش نسخه متفاوت از ویلیام آدامز قرار میداد. جالب است که بدانید که در طول این اثر نامه‌های محبوب بسیار شیرینی میشود، از هاتوری هانزو نینجا افسانه‌ای گرفته تا دیگر افراد مهم قرن هفتم که همگی نقش‌های مهمی را در داستان ایفا می‌کنند. Asymmetric war where you don't know who you're fighting. It's hard to know what you're fighting for. After the fall of the Sons of the Patriots, cyborg technology runs rampant and information flows freely. But the truth is lost on those who refuse to see. And when the battle raging around you reflects the battle within,
The only path back to the light is through the darkness. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong.